سلام، من مریم، مربی فیتنس و حرکاتی که امروز براتون آوردم مناسب کسایی که به خاطر دامنه حرکتی محدود، اضافه وزن خیلی بالا و یا سن بالا نمیتونن هر حرکتی رو انجام بدن و دنبال حرکاتی ساده و موثر و امن هستن. بریم که حرکت‌های امروز رو با سرشانه شروع کنیم. من هر حرکت رو هم تو ورژن ایستاده و هم در حالت نشسته بهت نشون میدم. ببین که با کدوم اجرا راحت تری. تو این حرکت عضلات شکم رو منقبض نگه دار، سعی کن شونه از گوش دور باشه و همراه من این حرکت رو با کنترل و تمرکزی انجام بده. آفرین بهت. بریم سراغ حرکت دوم که قرار رو عضلات پشت ران، عضلات باسن و کمر کار کنیم. پاشنه پای چپ رو کمی جلوتر از پای راست قرار بده. نکته اصلی این حرکت اینه که حتما باید کمرت صاف باشه. اصلا پشتتو گرد نکن. دستاتو بزن به کمر و تا جایی برو پایین که کامل کشش رو تو عضلات پشت ران، البته توی پای چپ، احساس کنی. بعد از اینکه این سمت رو انجام دادیم میریم سراغ پای مخالف. مرسی ازت. آماده میشیم که برای سمت راست بدنمون هم این حرکت رو انجام بدیم. خیلی خوب بودی. بریم بر حرکت سوم. شروع میکنیم. روی پای راستمون تکیه میکنیم و زانوی پای چپ رو تا جای ممکن بالا میاریم. دقت کن که در تمام طول حرکت باید شکم منقبض باشه. شروع میکنیم. خوبه. بریم که همین حرکت رو برای سمت راست هم انجام بدیم. بریم سراغ حرکت چهارم که قراره روی عضلات زیر بغل و عضلات پشتی کمر کار کنیم. توی این حرکت میتونی از یک جفت بطری آب معدنی کوچیک پر شده از آب و یا وزن نیم کیلویی هم استفاده کنی. سعی کن که توی این حرکت به هیچ عنوان پشتت گرد نشه. شکمتو کامل منقبض نگه داری در طول حرکت. شونه ها از گوش دور باشه و وزنه ها رو به آرومی و کنترل شده به سمت پایین و به سمت پهلوها ببری. حرکت پنجم. همینطور که پاشنه پات رو به آرومی به سمت عقب میبری و به باسن نزدیک میکنی، دستها رو روبروی سینه از هم عبور بده. در تمام طول حرکت شکم رو کمی منقبض نگه دار و نفس بکش. دم از بینی، بازدم از دهن.
برای انجام حرکت بعدی، حرکت ششم که قرار روی جلو بازو کار کنیم، میتونی دوباره وزنهات رو یا همون بطری‌هات رو بیاری. نکته مهم توی این حرکت اینه که حین اجرای حرکت جلو بازو نباید به هیچ عنوان از تنه جدا بشه. تصور کن که بازوها چسبیده به تنه هست. حالا اگر تونستی با انقباض عضلات شکم پاهات رو یک به یک از سطح زمین جدا کن و بالا بیار. حرکت هفتم حرکت اسکوات با اجرای نیمه هست که تمام زنجیره عضلات پایین تنه من رو درگیر میکنه. توی این حرکت پاهاتو عرض سرشونه قرار بده، پنجه پا کمی به سمت بیرون، همینطور که داری باسن رو به سمت عقب میبری یه نشست 45 درجه‌ای داشته باش، انگار که میخوای روی صندلی بشینی اما نیمه راه متوقف بشی. در تمام طول این حرکت خیلی مهمه که عضلات شکم رو منقبض نگه داری. امیدوارم تا اینجا بهت خوش گذشته باشه. بریم برای حرکت هشتم، پانچ به طرفین. نکته اصلی این حرکت اینه که در تمام طول حرکت عضلات شکم رو منقبض نگه داری و با مشت زدن قدرتی به طرفین یک بار دست راست رو به سمت چپ و یک بار دست چپ رو به سمت راست هدایت کنی. توی حرکت نهم یه تناب فرضی رو یک بار از سمت بالا و یک بار از سمت پایین به سمت خودمون میکشیم. باز هم حواسمون هست که پشتمون گرد نشه و شکممون درگیر باشه حین حرکت. رسیدیم به آخرین حرکت امروز، حرکت جلوران در حالت نشسته. همینطور که پاهاتو یک به یک از زانو کاملا تمرکزی صاف میکنی، دستها رو روبروی سینه پوش کن یا همون هل بده به سمت جلو. میتونی در صورت توان حرکتایی که امروز بهت یاد دادم، این 10 تا حرکت رو 1 تا 2 مرتبه دیگه هم حتی انجام بدی و بعد بیا سراغ این حرکات کششی که هیچ فشاری توی بدنت نمونه. اینم از تمرین امروز. خوشحال میشم که نظرت رو توی کامنت ها برای من بنویسی و اگر افرادی رو دور و برت داری که فکر میکنی به این نوع تمرینات نیاز دارن، حتما براشون ارسال کن. خیلی زود میبینمت.